سلام و عرض ادب خدمت کارآموزای عزیز. امروز خواستم بهتون آموزش بدم که چطور دنده عقب بریم داخل کوچه. برای دنده عقب اول ما باید راهنمای سمت راست بزنیم. دنده عقب، ترمز دستی با گاز و کلاژ کار میکنیم، میایم عقب. به همین صورت ماشین افتاد حرکت، کلاژ سری پایین میره، میایم عقب. تا چه حدی باید بیایم عقب؟ تا حدی با گاز و کلاژ کار میکنیم میایم عقب تا شیشه سگوش با اول سر کوچه به یه خط عمود قرار بگیره. خب میایم عقب. الان شیشه سگوش با اول سر کوچه با یه خط عمود قرار گرفته. کامل دست میشکنیم سمت راست و میایم عقب. خب فرمان دوم چه زمان بشکنیم؟ سمت چپ. فرمان دوم با گاز و کلاژ کار میکنیم میایم عقب. فرمان دوم جلوی اتومبیل رو نگاه کنیم. جلوی اتومبیل با خیابان روبرو با یه خط عمود قرار گرفت. 1.5 فرمان میشکنیم سمت چپ میایم عقب. به همین راحتی.